اگه میخوای این پنکیک طلایی شکمپر جذاب و خوشمزه رو درست کنی، بیا تا بهت بگم باید چیکار کنی. اول شکلات بنماری شده یا نوتلا رو به این صورت آماده میکنیم و تو فریزر میذاریم. حالا 2 تا تخم مرغ رو با شکر و وانیل 2 دقیقه با دور تند همزن میزنیم. رنگش که تا این حد روشن شد، شیر و کره آب شده رو اضافه میکنیم و همراه 1 قاشق عسل که باعث خوشرنگتر شدن پنکیکامون میشه. در حد مخلوط شدن هم با همزن میزنیم. در آخرم آرد و بیکینگ پودر رو مواد الک میکنیم و دورانی هم میزنیم. مایمون که به این غلظت رسید آماده است. شکلاتامون هم همینطوری میریم که پنکیکامون رو درست کنیم. اول به اندازه کف تابه از مایمون میریزیم، میذاریم یکم خودش رو بگیره، بعد شکلات رو وسطش میذاریم. یه مقدار دیگه از مایه روش میریزیم طوری که روی شکلات رو بگیره. تو این مدل پنکیک چون حجم مواد بیشتره، حتما باید تابه رو رو شعله پخش کن بذاریم با حرارت متوسط. پنکیکای طلایی و خوشگلمون هم آماده است. تو ظرف سرومون کنار میوه‌ای که دوست داریم میچینیم و برای طعم بهترم روش عسل میریزیم. اینم از بافت عالی پنکیکای شکمپرمون. طعمش هم که بی‌نظیره. حتما امتحانش کنید.